بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سید محمد عابد سادات شما را به آموزش حسن خط خوش آمدید میگم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. در درس گذشته ما میم را کار کرده بودیم. حالا میخواهیم که حرف نون کار کنیم. حرف نون که این از اینجا تا اینجا یک نقطه است. از اینجا قلم هم میچسبونیم، خانه نون کار می. در درس های گذشته سوات و چی را کار کردیم، یا رقم سوات و را خانهش همون رقم کار میشه. داخل خانه نون که است ای سه نقطه ای رقم است، سه نقطه ای رقم 5 نقطه و اینی اندازام که است از اینجا تا اینجا را 1 نقطه مسافه داره. شاگردان عزیز و علاقمندان هنر خط شما تمرین نمایید تا که شوین خوشنویس. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه آینده شما را به الله بی نیاز می سپارم.